تو دست نزن دخترم، ما جمعش میکنیم. عزیزم تو راحت باش. بهتره نریم بیرون، بچه یه وقت خجالت میکشه. باید هر کاری میتونیم بکنیم تا سرکانو از دختره جدا کنیم. باید رابطه‌شون رو ممنوع کنیم. اگه بدتر جذب دختره بشه چی؟ مگه ندیدی چطوری سر لج افتاده؟ یه راهی پیدا میکنم دختره رو از مدرسه اخراج کنن تا بعد ببینم چی پیش میاد. داری میری؟ خیلی خونسردی که بعد از این همه اتفاقات داری میری. میرم هتل وسایلمو بیارم. طلاق نمیگیریم درسته؟ ها توفیق؟ تا وقتی بچه ها بزرگ نشدن نه. وای ببین چقدر منتظره. عزیزم دیگه باید سوکولو فراموش کنیم. اون یه خانواده پولدار پیدا کرده و عمرن برگرده. بیا با من دوست شو. ای برو پی کارت کثافت. مارال آروم بگیر. وقتی سوگل رفت تخت خوابش مال من میشه، گفته باشم. یعنی قبولش میکنن؟ ایشالله. چه خبر دخترا؟ اومدی؟ راستش نمیخواستم بیام چون میدونستم دلتنگ میشین و دماغتون آویزون میشه. برگشتم. تعریف کن اونجا چی کار کردی؟ دخترا با هم غذا خوردیم، حرف زدیم، بعدش به خاله صدا کمک کردم ظرفا رو بذاریم تو ماشین ظرفشویی. مثل اعضای خانواده. وقتی داشتم میومدم بغلم کردن، منو بوسیدن، گفتن شب بخیر عزیزم. نیست به جز خاله هدیه هیچکی این کارو برام نکرده بود. راستش یه جورایی خوشم اومد. ولی هرچی باشه اونا که خانواده واقعیت نیستن. ولی خانواده من واقعیه. 2 دقیقه میخواستم طعم خوشبختی رو بچشم، باید زهر مارم میکردی؟ اگه میزدنمو به هم فوش میدادن بیشتر خوشت میومد نه؟ ناره دیگه حسوده بشناسش. من خرا بگو که همش به فکر تو بودم و برات غذا آوردم. حتی وقتی داشتم غذا میخوردم من به یادت بودم. احمقم دیگه. سوگل آخه میترسم بری و دیگه نتونم ببینمت. برای همین اون حرفا رو زدم. ولی تو اگه مادرتو پیدا کنی راحت منو ول میکنی. نه به مامانم میگم تو رو با خودمون ببریم، بعدش هر دومون با هم از اینجا میریم.
بیا بگیرش. اصلا از این روزا خوشم نمیاد. انگار همه جا شبیه بازاره. منم همینطور. اوه سلام ماریا، چه خبر؟ برو پی کارت. ببین چی میگم، یه نمایشی هست به اسم دختر شورشی. چطور اونو بازی کنی؟ بهت بیشتر میاد. به نظرم یه چیزی بازی کنیم که من توش تو رو بکشم. باشه، چی بهتر از این که به دست تو بمیرم ماریا. جنگ ببند نیشتو. با من چی کار داری دختر؟ اون برات دلبری میکنه، حرفشو من باید بخورم؟ راه بیاف بریم مسخره. ببخشید. چرا از من فرار میکنی؟ مزخرف نگو. پس چرا وقتی منو دیدی زود فرار کردی رفتی تو خونه؟ فرار چیه؟ کیف پولمو جا گذاشته بودم. دیشب قبل از اینکه اون کیکو بیارن داشتم یه چیزی میگفتم، یادت میاد؟ راستش علاقه‌ای ندارم در مورد دیشب چیزی رو به خاطر بیارم. من نسبت بهت یه حسی دارم. برای اینکه بتونم ببینم زود میام خونه. وقتی صدای در خونت میاد هیجان زده میشم. حتی اون گیلاسا رو عمدن 2 کیلو میخرم که با هم تقسیم کنیم. دلم میخواد بیشتر از یه همسایه باشم. خیلی بدی. چی؟ به خاطر اینکه دیشب اونطوری شد داری این کارو میکنی مگه نه؟ داری به دختری که فکر کرده ازش خواستگاری کردی و بهت بله گفته الکی میگی عاشقش. نه فریده، من واقعا باشه بس تو پراک. نیازی به این کارا نیست لطفا. فریده دیگه از اون خبری نشد؟ نه، مثل اینکه ساغر راست میگه. این دفعه دیگه حتما از دستش راحت شدی. دستت درد نکنه. یه چایی مهمونت کنم؟ آره مهمونم کن. دوست عزیز تو حرف حالت نیست؟ احمق تو فکر میکنی پول تو از گلوی من پایین میره؟ دختر تو بلد نیستی مثل آدم حرف بزنی؟ مگه تو جز آدمایی؟ سوگل، هیچ راهی نداره که گذشته رو فراموش کنیم و دوست باشیم؟ ها؟ ببین، میخوام برای اولین بار تو زندگیم یه کاری بکنم. حاضری؟